میگه بچه‌ها این دوره چون آیکیوشون بالاست دوست داره بزرگ جلوه کنند، دوست دارن بگن ما هم هستیم. اینو تقویت کن، اشکال نداره. چرا بعضی بچه‌ها تو مسئولیت اجتماعی فعالن؟ چون احساس میکنن آدم حسابشون میکنی، بزرگشون جلوه میدی. کنترل نامحسوس. هیچ وقت نوجوان رو محسوس کنترل نکنید. در اتاق با میکنه چیکار میکردی؟ چیکار میکردم؟ دیگه نمیرم چیکار کنی یا دیگه چیکار نمیکنم. گوشیتو بده، گوشیتو بده، گوشیتو بده. یا سالمه. دهه 40، دهه 50، دهه 60 من تو گوشی سر در میاریم آخه. پسر تو هکره. خب چیکار کنم آقای دکتر؟ اگر از نوجوانت 3 تا رفتار دیدی، این یعنی باید کنترل بشه. این 3 تا رفتار واسه ما مهمه. خوب گوش کن. پرخاشگری شدید، خیلی جدیداً عصبی شده. کج خلقی نه ها، قشنگ پرخاشگریه. کج خلق اینه که میاد معذرت خواهی میکنه، پرخاشگر میگه نه همینی که هست. به اضافه میل به انزوا داره، همش دوست داره گوشه بخزه، تو جمع حاضر نمیشه، همش سر سفره نمیاد، اصلا همش گوشه نشینی، گوشی تو دستش بده. و 3 گیجی. جدیدن انگار ذهنش جایی مشغوله، گیج میزنه. گیج به کی میگن؟ کسی که سوالات بدیهی میپرسه میگن گیج. داریم شام میخوریم، بابا قاشق نداره، برو بابا قاشق بیار. قاشق چیه؟ قاشق بیل کوچکه. کجاست؟ تو کله منه، تو آشپزخونه است دیگه. این کجاست این بچه انقدر درگیره؟ هم پرخاشگر شده، هم میل به انزوا داره، هم چیه؟ گیج میزنه. این بچه ذهنش درگیره، یا یه دوستی داره، یا یه غلطی کرده، یا یک فضاییه، یه چیزی میکشه، یه چیزی بالاخره چیزی هست. آقای دکتر اگه بچه‌م اینجوری بود چه بکنم من؟ راه حل. کمک گرفتن از واسطه. نفر سوم. واسطه کیست؟ شخصی است که از لحاظ ما مورد اعتماد، امینه و داناه، آگاهه. هم امین هم آگاه. یه عمو داره، یه دایی داره، با اون حرف میزنه. دختر مثلا یه معلم تو مدرسه داره، باش ارتباط گرفته. یه معلم تکواندو تو باشگاه باش ارتباط گرفته. یه فامیل داره، باش ارتباط گرفته. آدم درستی، هم امینه هم آگاهه. مامانی که پسر تو به شدت مؤدبه، اگه یه روز بیاد بگه من مواد مخدر استفاده کردم چیکار می‌کنی؟ دیدی دلشو نداری؟ پس نمیتونی. باید انقدر ظرفیت داشته باشی که اگه اومد خودش لو داد بتونی تحلیلش بکنی، باش حرف بزنی، کمکش کنی، نه که بزنی زیر گوشش. پدری که دخترت حیا و عفافش تو فامیل زبان زدنی است و همه رو سرش قسم می‌خورم، دختر بگه بابا من با یه پسر رفیق شدم، یه رابطه‌ای هم با هم داشتیم، چیکار می‌کنی؟ می‌کشیش. پس ما بعضی وقتا نفر سوم خوبی نیستیم چون ظرفیت بچه‌های خودمونو نداریم. همسوی تاییدی نه ها. همسوی تاییدی خطرناکه. بعضی همسو میشن تایید میکنن کارشون رو. بابای گفته بود پسرم قلیون میکشی با خودم بکش، بابا بیا با هم بکشیم، 2 سیب بزن کی بابا رو بق بکشه.